در شهر ولگاگراد روسیه تفتیش ترکیش ترالبوس که باعث مرگ 14 نفر شد آغاز یافته است. طبق اطلاع پیشکی مردی مرگ طلب ترالبوس را منفجر نمود. یک روز پیش از آن 29 دکبر هم بر اثر یک حمله مرگ طلبانه در وокزال راه آهن ولگاگراد 17 نفر و از جمله یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند. در شهر کیف اشتراکچیان به اصطلاح مجلس مردمی یا خود ویچه منیفستی را که فعالان جنبش به نام میدان به تصویب رسانده بودند دستگیری کردند. در این سند تقاضا شده است همه افرادی که در اعتراضهای اخیر بازداشت شده‌اند رها گشته فرمایشگران استفاده نیرو در مقابل گردآمدگان به جوابگری کشیده شوند. در پایتخت قزاقستان شهر آستانه یک عده ساکنان مجتمع ساختمانی محبت در نزد اداره دادستانی کل این کشور جمع شده می‌خواستند بر ضد به قول آنها اخراج مجبوری از منزل‌هایشان گردهمایی اعتراضی تشکیل کنند. پلیس فعالان این جمع آمد را پیش از آغاز آن بازداشت نمود. در اردوگاه پناهندگان شهر اربیل کردستان عراق با کمک یونیسف بنیاد کودکان سازمان ملل تجلیل سال نو تشکیل شد. در این اردوگاه تخمیناً 14,000 پناهنده از سوریه اقامت دارند. در شهر بانوی ولایت خیبر پختونخوا پاکستان مسابقه منطقوی فوتبال با اشتراک 40 دسته محلی شروع شد. مسابقه تا 7 ینور ادامه می‌یابد و هواداران فوتبال در این گوشه ناآرام پاکستان امکان نادر خواهند داشت که مسابقه‌های ورزشی را در ورزشگاه تماشا کنند.